قطعا براتون یه بار پیش اومده فرشتون یا مبلتون رو با سیگار یا زغال بسوزونید. از جراتون مشخصه که حتما این کارو کردید یه بار. ما این سوراخ داریم اینجا. این سوراخ نیست محسن، این تقدیرته. خب پس این سوراخ نبوده، این ما یه صد من تو فکر میکردیم سوراخه، این تقدیر. با 3 تا وسیله ما اینو به روز اولش در میاریم. ما یه چسب 1 2 3 میخوایم، یه سیخ یالات. این چیه؟ سیخه؟ و با عرض تأسف به مناسبت از دست دادن این از دست در دادن این ایام خلال دندون و یه تیکه هشت. تمام. دیدار اول للنانو بردی زیادی قشنگی حقه همه رو که خوردی. اگه از این سبک ویدیو خوشتون میاد یه سر به من بزنید، کلی ترفند باحال دارم ازتون میخوام همین الان روی سابسکرایب ویدیو رو بزنید و ویدیو رو هم لایک کنید.